Hello, 3 it's 2 me. 1. سلام بچه ها، حال دلتون چطوره؟ اسم من کامرانه و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو اومدیم روش های مخزنی شما رو ببینیم شما چجوری مخ میزنید تا ما هم من هم شما یاد بگیریم و بشه تجربه برامون. قبل از اینکه بریم سراغ نقشه های مخزنی شما، ممنون میشم اول از همه سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بزنید. ممنون میشم از تجربیات خودتون توی بخش کامنت ها بنویسید تا هم من و همه مردم استفاده کنیم و ببینیم که نقشه و عمل شما چجوریه. بدون هر چیزی یا معطلی بریم سراغ روش های شما. خانم میسانا توییت کرده که امروز به یه پسر تو سلف شماره دادم. توی سلف منظور فکرم سلف سرویس فلافل درست. حالا به هر حال شماره‌مو رو دستمال کاغذی نوشته بودم. یارو فکر کرد آشغالمو پرت کردم رو سینیش. اومد بهم پس داد. خیلی عصبانی گفت مال من نبودین. طرف فکر کرده آشغال داده شد. خیلی بد به شماره دادیش، مشکل از توه. من پشمام ریخت. بعد دوستم بهش گفت اصلا توشو نگاه کردی؟ کلی معذرت خواهی کرد بعدش و شاشیدم تو بخت من والا. خوبه اینم یه نوع شماره دادن دیگه. منتها هنوزم با دستمال کاغذی شماره میدین؟ خوبه. مگه هنوز رو کاغذ و دستمال شماره میدن؟ خوبه. حال کردم. خانم کتوومن هم نیست همچین. نوشته که یه پسر اومد بهم لبخند زد، آدامس داد، گفت بدون شال چقدر قشنگی. منم خوشحال گرفتم ازش. اومدم خونه باز کردم بخورم، دیدم توش شماره نوشته. ایدت خوب بوده، خب منتها هر جای جوابگو نیست. یعنی مثلا تو صف نونوایی بری به طرف بگی بدون شال قشنگ تری، یا مثلا بری بگی که چه رژ لب قشنگی زدی، یا مثلا بهت میاد بعد بهش آدامس بدی. تو نونوایی که نمیشه کاری کرد، تو مغازه هم نمیشه، تو صف بانک شاید بشه. تو کجا شماره داری آجی؟ خب ببین تو الان گفتی که پسر بهت لبخند زده، گفته بدون شال چقدر قشنگی، بعد بهت شکلات داده، حالا آدامس، ولی خب نگفتی کجا. باید بگی، چون هر جایی نمیشه. تو اتوبوس نمیشه، آره شاید هم بشه. تو مترو اونجا هم سخته نمیشه. تو موبایی هم که نمیشه. تو مغازه هم شاید بشه، همه جا نمیشه. اینم به هر حال روشیه. خانم دیگه به اسم مودیم، به نازم هیکلت خانم، ماشاءالله. شاید باور نشه یارو وسط کافه با ایردراپ به دوستم شماره داد. ایردراپ چیه حاجی؟ خیلی میشنوم. بذار سرچ کنم حاجی ایردراپ چیه. برام سوال شد. اینترنت ریده. ایردراپ برایش که در مواقع بحران از هواپیما برای مورد ایردراپ در کریپتو معنی توضیح رگان توکم به عنوان پاداش است. ایردراپ ها معمولا با هدف بازاریابی و تبلیغاتی برگزار میشوند. فعالان حوزه بلاکچین و رمز ارز را با یک پروژه آشنا میکنند. ایردراپ یعنی چی؟ یعنی طرف تو کافه با لپتاپ باشه، با رمز ارز دیجیتال این چیزا کار میکرده، بعد اومده به دوستت از این طریق شماره داده. روش های جدیدی حاجی. خانم دختر همساده امروز یه پسری کار گذاشت پشت گوشیم، گفت بهم زنگ بزن. گوشیمو نگاه کردم دیدم شماره تماس و اینستا و تلگرام همه چیش واسم اومد بالا. پشمام ریخت. چه لاکچری بوده پسره. چیز دیگه بزنم نمیرسه. خاموش. اگه بخوام از اون تجربه یا مثلا دانش و چیزی این چیزا بگم، کلا سعی کنید خودتون باشید. یعنی مثلا یه کمی زبون بریزید، بعد یه کمی طنز باشید، فان باشید، و بعد از اون کلا همین که یه کوچولو فان، یه کمی پیگیر، زبون ریز، یکم زبون بریزید و
دیگه چیز دیگه ای من به نظرم نمیرسه. یعنی با همین چند تا میتونید یه 25 26 28 تا این چیزام بزنید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. ممنون میشم که تا اینجا ویدیو که اومدید حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، حستون رو نسبت به این ویدیو برام بگید و ممنون میشم که حمایت کنید، چون که نه تنها من بلکه هر تولید کننده محتوایی با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم میکنه تا بتونه برای شما تولید محتوا کنه. پس حمایت فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه، بدرود. بای بای.